سلام و عرض ادب خدمت دوستان و ورزشکاران عزیز. دوستان امروز اومدیم در مورد گروه خونی آ با شما صحبت کنیم. دوستان این جور افراد دارای اسید معده بسیار پایینی هستند، بنابراین استفاده از گوشت قرمز برای این جور افراد ممنوع هستش و میتونه باعث به وجود آمدن بیماری های معده و همچنین بیماری های کبدی بشه. بنابراین میتونن از گوشت مرغ به جای گوشت قرمز استفاده کنن. از مصرف مواد لبنی به طور کل جدا خودداری کنن که باعث اضافه وزن، چرب شدن کبد و حتی بیماری های معده در این گروه میشه. بهترین گزینه برای این جور افراد و همچنین ورزشکاران که بتونن پروتئین ها و مواد و اون ویتامین های مورد نیاز خودشون رو به دست بیارن، استفاده از سبزیجات و میوه‌جات هستش که حتی گفتم بهتون همون ورزشکاران هم میتونن اون اسیدهای آمینه ضروری بدنشون رو از سبزیجات و میوه‌جات فصل بگیرن. استفاده از کربوهیدرات ها حتی در دوران رژیم، حتی در دوران رژیم مسابقه‌ای برای اینجور افراد بلامانع است. تا روز آخر میتونن از برنج استفاده کنن، از غذاهای دریایی هم میتونن استفاده کنن در برنامه‌های غذاییشون. برای همه شما دوستان عزیز آرزوی سلامتی و موفقیت دارم. در پناه خدا یا علی.